یکی باری گران بر سر، یکی بی خانه و بی در، یکی خوابد بروی زر، چه دنیایی است در داور. یکی دارنده و بای است، یکی در لب فقط وای است، یکی تازان در لای است، چه دنیایی است در داور. یکی دور از دیار خود، جدا از روی یار خود، یکی بی دست یار خود، چه دنیایی است در داور. یکی کورو یکی کر است، یکی در سوز مادر است، یکی در فکر گوهر است، چه دنیایی است در داور. یکی بی هم نفس سوزد، یکی زقی نفس سوزد، یکی چون خار و خس سوزد، چه دنیایی است در داور. یکی جاه و جلال دارد، یکی بیچاره حال دارد، یکی قامت چو دال دارد، چه دنیایی است در داور. یکی در جای خواب میرد، یکی در غرق آب میرد، یکی با صد عذاب میرد، چه دنیایی است در داور. یکی مستی شراب میرد، یکی لک دل کباب میرد، یکی به هیچ ثواب میرد، چه دنیایی است در داور. یکی رنجور و آواره، بجوید بحر خود شاره، نماید روز و شب زاره، چه دنیایی است در داور. یکی خندان یکی سرخوش، یکی خونش مدام در جوش، یکی پرگوی یکی خاموش، چه دنیایی است در داور. یکی چون زور مشت باشد، یکی خیلا درشت باشد، یکی لکوز پوشت باشد، چه دنیایی است در داور. یکی در حسرت و اندوه، یکی بیغم مثال کوه، یکی میرد به سن نوح، چه دنیایی است در داور. ندارد مال و ملکت سود، زمانی چون شوی نابود، تهی دست خوابی در تابود، چه دنیایی است در داور. به صد راز و نیاز میری، هزار گردی و باز میری، مبادا بی نماز میری، چه دنیایی است در داور. بگو محکم پری از درد، اگر چمدی رخت شد زرد، بگو حرف دایمات چون مرد، چه دنیایی است در داور. یکی بوری گران بر سر، یکی بی خانه و بی در، یکی خوابت بروی زر، چه دنیایی است در داور. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران مهربان من، چون که در مصرهای بالا، یعنی مصرهای برادر ما و شما جمشید محکم پور شنیدین، در این دنیا یکی به یک برده نانزار باشد، دیگری در روی زر خواب می کند. یکی چشم بینا دارد، دیگری آرزوی دیدن این دنیا را دارد. یکی پای روان دارد، دیگری آرزوی راه رفتن را دارد. دوستان من، تا اون زمانی که ما و شما زنده هستیم، تا اون زمانی که این جانی که الله تعالی به تنه ما و شما نصیب کرد به قدر یکدیگر برسین و در سامانه اینترنتی یکدیگر را پست زده و پدر و مادر یکدیگر را دشنام نکنین. چون که اگر الله تعالی یا جان شما را بگیرد یا که جان اون شخصی که شما آزار دادید بگیرد، دیگر برای عذر پرسیدن وقت پیدا کرده نمیتوانیم. بعد یک مراجعه کوتاه برای بعضی از ملاهای اینترنتی که هستند، در زیر نوارها و هر خیلی می‌نویسند این شعر نخون، این غزل نخون. ملاهای محترم، اونایی که به حد علم شما از موی سرتان زیاد شده رفتگی است، من به کار علمی شما هیچ دخالت ندارم. بارک الله فیک، اگر علم دارین ماشاءالله به مردم برسانین. لیکن این نظم خواندن، یعنی شعر خواندن یا که حکایه خواندن، الحمدلله که من از جای لازمی به حد لازمی اجازه گرفتگی هستم. برای همین در زیر نوارها خودتان شعر میدان نکنین. الان اینکه صدقه نامی مولایی و نامی انسانی شین که اگر به یک برادرتان دیدین در پایین نوار در بین مردم، نه، در خودش باید که شخصا برسانین. لیکن اصابانی که مثل شما سگ‌های بی عقل استخوانخور را زیاد شدگیم، با هم انسان‌هایی که گوشت لخ میخورن به حد یک حسود میخورین، التماس همون استخوان‌ها را از جنگلزار برین یک پیدا کنین و شکمتان سیر کنین. لیکن با مردم زهر زبانتان چاشیده و خودتان شعر میدان نگیرین. نمیفورتون دفشین، یعنی که گوش نکنین، اهمیت ندهین. لیکن بلبل زمانه شده و در زیر نوار شف نکنین.
البته سخن من به کسی اگر سخت رسیده باشد عذر زیاد، لیک برادران خواهران مهربان من، هر یکی شما خوب میدانید که من باری هم به یگان کسی نه اتویش بکن نه غیره و هوکزا دادگی نیستم و نیت هم ندارم. لیک بعض از گوسفندهای عصر 21، یک بیسوادان عصر 21، یک ملاهای اینترنتی عصر 21 در اینترنت میدارن میگن تو این فلان گفتی. دوستان من در همه بسیاری نوارها گفتگی هستم که من به ملاگی، یعنی که من ملا نیستم و به کار و فعالیت ملاگی دخالت کرده نمیتونم، چون که من سواد ندارم. کاری بنده یگانه این است که فقط شعر میخونیم یا که حکایات. متاسفانه که علم نداریم، برای همین هم به هیچ کس فتوا ندادیم و فتوا هم نمیدهیم. لیک به این نگاه نکرده بسیار از بی اخلاقی عصر 21 ملاهای اینترنتی چخلی که در بالا گفتیم، اول اینکه اگر شما ملای خوب میشیدین در مساجد به مردم امر معروف میکردین، یا که در سامانه اینترنتی برای مردم امر معروف میکردین به جای اونی که بین مردم فتنه بیاندازین. باز میگویم برای نظم اسلامی خواندن، برای نظم تربیوی خواندن، برای حکایات تربیوی خواندن از مفتیات لازمی، از انسان لازمی اجازه گرفتگی هستم. الحمدلله. لیک به حکومت هیچ که شما با اون افسانه های هیچ که شما تا امروز الحمدلله که هیچ یک محتاجیتی پیدا نکردم و الله نگه داره که محتاج شوم. اگر یگان سوالی به من پیدا شود، هستند اون حضرت هایی که من میرم سوال میکنم تا که برای خود یک معلومات پررای دقیق گیرم. باز میگویم با اون افسانه ها و با اون شفشف شما هیچ حاجتی ندارم. برای همین اگر شما که علم دارین بارک الله فیک، اما علمی که دارین برای مردم برسانین. لیکن در سامانه های اینترنتی زهر زبانتون را نچوشین، چون که عیب یک برادر را دیدین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه در تنهایی شراب برسان. لیکن در بین مردم بسیار امروز یک ملاحی اینترنتی هستی 21 پیدا شد که عیب اینش بینش میجوشد، عیب اینش بینشش. الله هدایتتان کند و اگر که لایقین هدایت نباشن خارتان کند. بعدا در بعضی از سامانه‌های اینترنتی نسبتی ما و چندین برادرانی که با همین نظم و غیره و هکذا سر و کار دارن، یک بدبخت پیدا شده است که من نمیدوند زهر زبانش کجا براتونه که اگر اونا یک سگ دیوانه بگم هر خیل نوار پهن میکند، میگن امید رحمت برای چون شما نسبت وی هیچ سخن نمیگن. دوستان من چقدر که در بالا گفتم اون سگ ها استخوان خورده شکم سیت میکنن، لیکن ما الحمدلله که تجارت داریم و با فضل و کریم الله سبحانه و تعالی همون آش تاجیکی و گوشت لخم تاجیکی که الله تعالی برای ما حلال گفت همون رو خورده اشکم سیر میکنیم و به هر خل سگ‌های استخوان خور وقت زیادتی هم نداریم. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را برای راست هدایت فرمایی و هر کسی که قصد میکند پس کنه و بین هر یک امت اسلام دوستی و برادری صلح و آرامی را نصیب کنه و از نور ایمان که عطا فرما جدا نگرداند. در اون حالی که اون بنده های اون سگ های استخوانخواری که از حیات من بی خبر هستند، از معما و درد و غم من بی خبر هستند، اون افسانه هایی که میخوانند به من هیچ اهمیت و هیچ یک معنا و منطق نداشت و نخواهد داشت. الله تعالی کل شما را در حفاظتش نگه بدارد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد على جميع الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. اگر در وقت این ثبت یک سخنی خطای نسبتی این یا آن کسی شما سخت زده باشم، اولا الله سبحانه و تعالی مرا مغفرت کند و بعدا از همه شما معذرت میخواهم. باقی در امان الله سبحانه و تعالی باشیم.